ببین عزیزم، اگر خواسته ای در زندگی خودت داری، تعریف نکو که از کدام درجه تو خواسته را میخوای. فقط بخواه. بسم الله الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم. خداوند در قرآن خود میگه که تو فقط قدرت خواستن داشته باش، دادن گردن من است. خب بیا قبولش کو. تو فقط بخواه، تعریف نکو که من از این راه میخوایم. این بزرگترین اشتباه است. این قاتل نرسیدن، قاتل خواسته های شماست. شما زمانی که تعریف میکنی من از این دریچه این مقدار پول را میخوایم، من از این دریچه میخوایم خوشحال شوم، مسلما نمیتونی. پس بجای از اینکه تو بیای دقیق تعریف بکنی که من از این دریچه خواسته را میخوایم، فقط اون خواسته را بخواه، در موردش بنویس، تمرکز کو، در موردش حرف بزن و تصور کو، اون خواسته وارد زندگیت میشه. امیدوارم که بتانین از اینها استفاده بکنین. همیشه سرفراز و شاداب باشین.